از اونجا به چپ که اسکندریان تو میره، صاحب توپ میشه به قلیچخانی. خود قلیچخانی برای پاس دادن برای مظلومی خطا. در دهه 30 و دهه 40 و دهه 50 کلاً فوتبال و ورزش ویژه در دهه 30 و اوایل دهه 40 توسط اداره آموزش پرورش در حقیقت انجام گرفته. مثل احمدیان نها یک ساختمانی چه بود اداره فرهنگ که همون به اصطلاح آموزش پرورش بود. بعد منتقل بود اکوسالن از زهرا، ساختمان قدیمیات. تربیت بدنی شاگرد اداره فنی یه مدتی اکاهات. با وجودی که بعدها اداره تربیت بدنی در سطح کشور تشکیل بود، ولی تا قبل از می وظایف اداره تربیت بدنی بر عهده یک نفر در اداره آموزش پرورش کل کشور بودی که ایشون کار ورزش تربیت بدنی آزاد هم انجام شده. در شهر عوض این کارا آقای رؤوف کرامتی می زمان مسئول بوده، ولی خب هیئت فوتبالی وجودش نبوده. بیشتر بازی بین تیم محلات خوش بازیشا کردی، در محلات مختلف تیم شو بوده در عوض. و مهمتر از همه آموزشگاه ها بوده که مدارس، مثلا ما میاد وقتی که مدرسه بدری و مدرسه بازرگانی مسابقه شده، خیلی تماشاگر زیادی که هات با وجود دبستان ابتداییات مرتب مسابقات آموزشگاهی برگزار بود. چند تا مدارس ابتدایی که هات مرتب بین مدیران یک تفاهمی هات در طول سال چندین نوبت مسابقات برگزار بود و شروع هیجان خاصی حتی از سوی مردم برای این مسابقات هات. آقای خداپرستی یک شعریش خواد، میگه اژدها و رخش و رستم مبین که آدم کمه، تیسفا اومد به میدون دهم شده پریشون. بین مسابقات کلاسیات اما زیرتا آدم نه آمده، اونا 10 آمده و این آوازش خواد به خاطر عبدالله ابراهیمی مرحومی ها. از سال 42 که دبیرستان نوشهر کلاس ششم ابتدایی یاده، معلم اومد به نام آقای بهادر منش. صبح ساعت 5 دوردم تیک زمین خاکی، اول درس و ما بعدش مقدار فوتبال بازی ما که دیگه استراحتی مدت چیدیم که یعنی سال 42 دیگه تقریبا فوتبال شروع کرده با بچه دبیرستان. در دوران دبیرستان کلاس اما بازیکنی های ما یعنی با هم رشد می‌کردیم برام. بازیکنی های مثل آقای خضری و آقای احمد نژادان و بچه 3-4 تا بچه قلاتی ها مادد، آقای اون حسینی یادت، بعدش آقای پرچمی یاد دیگه، از عوض هم آقای ابراهیمی و یا همه با هم بودیم رشد کنیم. مثلا کلاس 7 قهرمان بودیم، کلاس 8 قهرمان بودیم، کلاس 9 قهرمان کلاسی بودیم. البته ساعت 5 هوای سرد، خب 5:30 6 هوای سرد دانده میکنه تشما که دور هم جمع عده بودیم. بعد به اتفاق آقای پیشداد و مربی نکی هادید اچدیم تا اون تون به فروزه مکایا کشت مداخل تازه داندم هنوز وقت داد. بعد دوباره از اکا که بازی ما که یک دورم بازی ما که بعد از می دیگه اچدیم خونه، بعد اچدیم ما مدرسه. فوتبال یک پدیده ایه که هر شهرش نمی شهر خموده. این تیم پیشاهنگیه، این مربی یاد بوشری یاد، آدم بسیار خوبی یاد، عبدالله کاظمی، منصور فریدی، رسول جباری، دکتر فقیهی، عبدالله ابراهیمی، ما هم خلیل خضری، مرحوم قاسمی، مسعود صمدی، مدلین نامور، مرحوم رشید راشدی، منوچهر بالانچی و هوشنگ سیفایی. اما بعد از اینکه دهم 11 نهاد کلاس چنین لار درس می‌خواد، ششم بهمن لار آدیم. آقای خضری یاد، از من عزیز خضری، آقای صباغی یاد، صدیق امیری یاد، غلام نظامی یاد. برای ششم بهمن لار هم بازی ما که در کنار قاسم بستانی، تلک، جلال کیوانی یاد یا بازی ما که بین هنرستان و لاریو. در حال در
محلات هم تیمی بودی، اشخاصی بسید به عنوان مربی تیمی تشکیل شده در محله جمع شده کردیم. این محله با اون محله ما خم مثلا می زمان سه تیم محله لرد میری بازی ما کردیم. آقای مسعود کمالی مربی موهاد تیک زمین خاکی یا بازی شاکی. که اول همیشه مسابقات محله برگزار بود. محله قاسمی، محله اینا خادمیات یا محله اینا قسمت یاد عبدالرزاق جمشیدیگان، آقای عبدالله ابراهیمی، آقای ایرس که هوشنگ سیفایی یا محله، هر کدوم محله خوش یک تیمی شد. همیشه تیم محله برگزار بود. دیگه محله معمولا اچین بازی می‌کردیم، دیگه عوض کردیم یا مثلا اچین برکای وجر، اچین محله برو، اچین مثلا برکای لرن مسلو، ولی هر منطقه اکثر محلات عوض دوره فوتبالات مثل الان مردم مشغولیتشو کمتر، معیشتیات بهتر. اما بچه‌های محله آده معمولا محله به محله بعضی وقتا مسابقه ماده و یک جا میاد شاید کاپ حضرت علی، کاپ کوچیک یاده قدای نیاد سرمی جرب بود تا بعضی وقتا بینش که یک محله یچیدیم ما بود بعد که برگشتیم تگره سنگ شو زدیم. اون موقع هم آقای خسرو راشدی یاد، مرحوم رشید راشدی یاد، فریدون راشدی یاد، فریدون بالانچی یاد، معدن خضری یاد، حمید عزیز خضری یاد، دیگه غلوم نظامی یاد، مرحوم عبدالله ابراهیمی یاد، دیگه آقای پیشداد داد سه تاشو. ما یاد 7 سال پی در پی قبل از انقلاب قهرمان مسابقات جوانان ایران دیم که آن کار تحت نام جام ولیعهد بود. دلخشی مو میاد مکده توپ مونهاد هم با توپ پلاستیکی بازی ما که بعدها که دیگه بعد فوتبال مودی یک فوتبالیات به نام کابر و بلادر شد خب که یک قسمتیش چون تیوپ ماشینات وارد یک قسمت دیگه ای بود بعد می دورش با باند دیگه شده بس یک مچونچره شده کدایی نیاد میش ته شده که میخواش باد شو بس حالا می توپا اگر تک هوا هات تایستی شد بکتش هیلی کم تداو می طرف باد تو صورت اکاشه پتا زخمی ها تا اینکه خدا رحمتش میکرد عزیز علی علیزاده از کویت نونده اولین توپ جگویت سوزنینی که هم آمودی آقای علیزاده شد با می توپ هم ببازه این هم خوب با یعنی ناز توپی ما کشی کردنم ماده دانم تک زمینی بازی ما که خداش بیامرزه مرحوم آقای سوداگر شکود این توپو که برداشم بعد لاشش بر بگردیش تا دورت دادیم میگم مدتی وقت دست تروادنی دست آقای سوداگر کلیش دست بود دستان بعدها دیگه سالها هم که گذشت بیشتر علاقه من بودیم تا اوندم که مدارس بیشتر به خصوص دبیرستان بهروزیان که آدم جذب که یواش یواش جذب تیم عوض بودیم. وقتی الان عوض ما از همون زمانی هم که ارتقا پیدا مونه که رساد مگود عوض یعنی بیدشیر یعنی کوره یعنی قلات همه این تیم شد تمام زندگی هم میبستاد یعنی تمام تفریح و زندگی و عشق و علاقه مو میاد که دوران بازی بکنیم و بازی صمیمیت داد و بازی ما که واقعا و ما میادیم که تلویزیونی میوسط خونه نهاد رادیو یاد مسابقاتی که پخش بود آسیایی یا جهانی نشستیم گوشه دیوار شهرداری و می رادیو ما بازد هم دور جمع بودیم آقای بهمنش مرحوم بهمنش آقای روشنزاده یا می پخش شد که به اون زبان کلانی یاد و میام شارخی یاد و اکبر افتخاری یاد و کارگرجم یاد و بهزادی یاد و دیگه یا باز نباشه که اما هر وقت گلجزه هرای مکشی و دستی ما و دور هم جمع شاپور داشت اکو ایستاده شاپور حرمی هست ها این شاپور حرمی هست اما دسر میگم مسابقه چش بکنیم همه تیم‌های قدیم این یک توپی شده ارو یک چوبی شده از بارسود یک چوبی شده از بارسود میگم دوست یک چوبی شده از بارسود کفشا گوشد این اومد توپ وا گرفت وسط کلش خب این توپی اومد لی چوبی وزا اکو کلاشو که دستش این به نظرم دستش هم الان شیعقه اگر اشتباه نکنم من میکای اداداش احتمالش هست یه تیم آزاد و تیم دبیرستان اما آزاد دادم یا تیم دبیرستانی یادت یا آقای احمد نژادانی که بنده هم یه احمد نی محمد خرمی مرتضی هاشمی آقای تازنگات که باش رئیس
تازنگ فامیل شد. بله این احمد خرمی، احمد برادرانی، مجید پیشداد، آقای هوشنگ افسر الان آمریکا، محمد عسکری خدا رحمتش کنه، عبدالله بیروزی. بله بعد اون موقع خود مرحوم آقای رزموش و مربیان دیگه دونده که بازیکن عوض نگاه شد که از سیا بازیکن شو پذیر، مثلا مثل آقای شریف پیشداد یا فریدون بلانچی یا شبور مثلا برای شهرستانی. در سطح براتر بیشتر مثلا تیم منتخب عوض با منتخب لار با منتخب گراش معمولا مسابقه شده. فوتبالیستای مختلفی انتخاب بودید به موقع ما گفت تیم کلونی، حالا اگر منتخب همه ما گفت تیم کلونی از بهترین ها انتخاب بودید و مرتب با لار و گراش به اصطلاح در ارتباطات مسابقات مختلف انجام ماده. در مسابقاتی که تشکیل شده تحت نام‌های مختلف شرکت ما که یا اکا اگر برگزار بود شرکت شد که تو گوشه دیوار زمین شهرداری که داشت داریم با هم دور عددم صحبت فوتبال ما که یه نامه ما برامون شد دست وقت نامه همون دی که دعوت شد کردیم برای تیم بندر عباس. بعد بازیکن‌ها جمع جور ما که در دو وحده تمرین ما که صبح و عصر آمادگی کاملش گرفت و با ماشین مرحوم احمد شیرزاد مینیبوس حرکت ما که چیدیم بندر عباس در زمین سوروی بندر عباس. وقتی چیدیم بندر عباس اون بود آقای پیش دادی که بعد هم خاطراتی هم اون بود ما تیم خرجشه مجبورم 2 تا صندوق چای گلابی بار بکنم عمره خون برم پول ها در بارم میگه ده کار نکش کاچاکه حسابی متداویلتم زمان الان که استادیوم شهدا عوض که اسمشی اون که زمین خاکی نیاد زمین مدرسه هوشیار شد زمین چون مدرسه دبیرستان راهنما می زمان اسمش دبیرستان هوشیار و زمین هم معروف به زمین مدرسه هوشیار. مراسم های مختلفی هم در زمین ها انجام شگرید، حتی عروسی ها که بگه دماش و سیل های دارتی ها هم داندید اکا. ولی خب هیچ نوع حصاری هیچ نوع محدوده چیش نهاد متصل به خیابون بازی شد که هر زمانی هم هر کشش دامه بازی شد که یکم خاکیات بسیار شگفت تمام ریگ جمع ماده که به قول خود مونین یا کور مکات از صبح بیل و کلنگ و تیشه و گاری داندم اکا زمین به بزرگی اول شروع ما که کوری ها مکات خیلی کورا دا بوته کور. بعد حالا شروع ما که جاری کرده تمام ریگ زمین جاری ما کرد زمین روشن حالا اولش ساعت 4 بعد از ظهر هم چون نگاه پروژکتوریان نور نمید ساعت 4 بعد از ظهر هم بازی ما از ساعت 5-6 صبح که شروع میکرد اچیدیم فقط نهاری مخه خوابی هم در کار نهاد برگشتیم مسابقه بالا رو ما در اولش پیروز آمد لباس نداریم مثلا مامو زیرپنه اون بالا دنیا هم زیرپنه دیگه شیرو ختم که من کدام بازی شده دیگه لخت بود یعنی فقط با یک شرطی بازی شده یه مزن زمانی هوا وسیله نهاد ماشین نهاد یک ماشینی صدیق سامدی شد جیپ یک ماشینی جیپ هم قیاسی شد که پریبوش آورده یک ماشین هم معدنی یاد آجزادگان یعنی یک 12 بازیکن تیم ماشینش هستیم نفری 3 تومن پول جمع مکه ما از ایشو من بودت لار بازی ما که سینما ماده و برگشتیم. بهترین بازی هم که ممکن در برابر ستاره بیاد اون عوض با شما کرد بکنم تک عوض بازی که 2-0 مزدت گلیاش هم عبدالله ابراهیمی است با کشاگایت آقای خزری دعوت شو کردم لار که تلافی بکنید بچه لار هم رفیق اومده دیگه بهش گفت دفعه دیگه ریشه تو اول بازی ممکن زمین لار هم به زمان ریگه من ریشه شکسته ها زمینه من وحشتناک یک توپی شده دام پشت یعنی شوبس پشت دفاع ما با سرعت چیدم گل ممزه گل بو بعد از می البته گل مزه پیشداد زهای خیزی گل زهی ها این نعمت توسطی که همه که گفتم فوتبال خیلی یعنی بهش براش خرسود همه تک زمینه که با توپ شوبس سرعت چیدم و و پام دیم میکنم و اشکم چیدم لباس و
اما میکنه زیر پلن شبای کاپیتان داشتین لباس کاپیتان مندارم مفتدم وقتی بلند اومدم زیر پلنی مبرازن برچستود برای تمام بدنم یا خون شد دوما یعنی رگ خون شدی که دوستان آقای سعدی پور هم داور هم مربی تیم هاد وجود که بطنوشو بازی بگم بازی هم چه کارت زمان وجود نه نبان بدن شاگرد زخمی ها و یا باتشش در اما تو محترم شما تا یک ما وچم در که گل مو بزنگون نه ما تا آخرین لحظه وستان بازی کنم با وجودی که عرق هم مکه یعنی تمام بدن واسط بازیمون که خودم میکنم 3 تا موزه 3-1 موزه آقای ناصر احمد نژادان، آقای احمد استوار، آقای عزیز خضری، غلامعلی جوکار که الان دوبیت و آقای عبدالمجید پیشداد. آقای عبدالله ابراهیمی خب ایشون آقای راشدی وسطی هم که آقای علوم نظامی هم. علوم نظامی بیشترین عکس دیگه دنیاش هست. خب تو هر جا چشکنش منو به چی شک کرده اگیشتی به نظرم بشه کو عکس گرفته چه وسط وایسته. نه اکثرا عکسش هسته بله. یکی من مواد وجود که اونم گفت بله وجود تعجب کردم گفت چرا وجود تک 3-4 تا اصل نهادش شادروان ابراهیمی، محمد شمسی و شادروان رشید راشدی. بازم تکم به زمین خاکنا آقای میر احمدی محمد عادینه از بندر عباس اندستاد خب مرحوم رشید راشدی فریدون راشدی پسامای رشیدات ام خود دیگه معلوم مادم یعنی از 10 تا عکس مطمئنا 8 تاش علوم نظامی هم. عباس و محمد 2 تا مال مینا بادید که خیلی فوتبالیست های خوب بودن. الان جز پیشکسوتان بازی کرد مینا. عباس امینی باز از چاگوت مینا بوده مجید پیشداده مویاد حمید پیشداده رشید راشدی احمد برادران علی انجام علی حاجیان شاید بگم زمان خرس و محکم های تیم عوض یکی علی حاجیان آقای مدلی خضری حمید پیشداد مجید پیشداد بعد غلام نظامی خب یا چارچوبه اصلی شاید تیم هادت تیم نفت یاد که من نکم که یعنی می زمان خدا رحمت رو گفت آقای یوسف فرزانه با همت و بزرگوارانه اونا این تیم ها نکم که لباس ها چیدم شیرازم خیلی لباسشو شورت و جورابش نفر یعنی 12 تومن هر یعنی کل پیرنه 12 تومن مرتضی هاشمی که شاگرد رسول راسکو برام استوار قلوم جان دیده خمم مرفن قاری ناصر قریشی عبدالله ابراهیمی تیم شاید آخرین تیمی قبل از انقلابه یعنی تیمی که دیگه بعد از من دیگه انقلابه و تیم نفت هنوز تا اندازه جوشه هات که کار بکن بسیاری از بچه ها با فوتبالیست هدید فوتبالیست خوبی هم هدید و این جریان ادامه شد تا سال 57 که انقلاب بود